أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، بنده از این روز به بعد تصمیم گرفتم با توفیق الهی اولین کتاب از کتاب‌های نحوی از گراماتیکای زبان عربی لیکن از قسم نحو، ما و شما چند کتاب و چند درس‌های از علم صرف با کمک و یاردم الله تبارک و تعالی گرفتیم و امروز باشد اولین درس نحوی را از کتاب Al-Oҷurrumia که نام صاحب کتاب ابو عبدالله محمد ابن محمد السنهاجی می باشد که با نام ابن آجرروم این شخصیت صاحب این کتاب معروف و مشهور است و سال 672 هجری تولد شده است و سال 723 هجری وفات کرده است صاحب این کتاب. پس بنده از این روز به بعد میخواهم از این کتاب از علم نحو برای شما دوستداران زبان عربی درس‌های به زبان ساده تاجیکی بیان و تقدیم و پیشنهاد شما بگردانم. پس چطوره که در علم صرف ما اولین شخصیتی که علم صرف را تدوین کرده است بیان کردیم که معاذ ابن مسلم الحراء است. معاذ ابن مسلم اولین شخصیتی است که علم صرف را تدوین کردگی هست. اما علم نحو را که امروز اولین درس ما و شماست، این را کیست؟ اولین تدوین کنندش، اولین قاعده گذارندش میگویند ابو اسود الدؤلی هست. با فرمان حضرت علی رضی الله عنه ابو اسود الدؤلی قاعده گذاری کرده است علم نحو را. بعضی قاعده هایش را که فاعل چطور می شود، مفعول چطور می شود، مضاف و مضاف الیه، این قاعده ها را میگوید اولین شخصیت گذاشتگی است با فرمان حضرت علی این ابو اسود الدؤلی هست. ابو اسود الدؤلی سال 68 هجری وفات کردگی است، یعنی که 11 سال پیش از تولد شدن امام ابو حنیفه ابو اسود الدؤلی وفات کردگی است در عراق. و خوب درس امروزه ما و شما از این کتاب Al-Oҷurrumia چطوره که اینجا شما میبینید Al-Oҷurrumia درس یکم می باشد. و چطوره که ما و شما گفتیم درس امروزه ما و شما درس نحو است. نحو از صرف چی فرق دارد؟ ما و شما درس صرف بیان کردیم که برای کلمه سازی و برای کلمه شناسی است. مثلا یک کلمه را ما میبینیم، مثلا این کلمه یخشا را دیدیم، از کجا میشناسیم؟ با علم صرف. مثلا کلمه عباد، علما و این کلمه ها را ما از کجا میشناسیم؟ اصلشون چی است و چی طور اومد؟ این را از علم صرف، یعنی کلمه شناسی و کلمه سازی این موضوع علمی صرف است. اما علم نحو که حالا ما و شما میخونیم این برای چیست؟ علم نحو علم است که برای ما و شما معین میکند و پیشنهاد میکند، تعلیم میدهد جمله سازی را. کلمه سازی نه، کلمه سازی از علمی صرف است گفتیم. جمله سازی، مثلا این جمله را که شما میبینید این را ما چطور حرکت گذاری بکنیم؟ یا جا میبینیم که حرکت ندارد، پس این را ما چطور حرکت گذاری بکنیم؟ با علم نحو ما این را میتونیم. و آیت را هم در اینجا نوشته کردم از سوره فاطر آیت 28 می باشد. و سبب نوشتن این آیت هم دو چیز است. یکمش میگویند حضرت علی رضی الله عنه همین آیت را از کدام عجمی غیر عربی شنیدک
فرمان داد که علم نحو را تدوین بکنید تا اینکه آیات و حدیثات درست خوانده و درست فهمیده شود و علم نحو را پس ابو اسود دوالی تدوین کرد. این یک فایدهش. فایده دومش این را اینجا نوشته کردن تا اینکه محبت شما و شوق شما برای خواندن این علم نحو زیاد شود، تا اینکه بفهمید که اگر علم نحو را ندانید چقدر در معنا غلط میکنید، چقدر خطای بزرگ میکنید. مثلا آیت را ببینید، انما یخشى الله من عباده العلماء. این دو حرکت را سخت دقت بتید. ترجمهش چطوره که آیت نوشتگی است؟ یعنی که هر آینه زیاد میترسد از الله بندگانش. کدام بندگانش؟ عالم ها. یعنی از الله زیادترین میترسیدگی شخصیت ها این عالم ها هستند، دانشمندان دینی، کسانی که الله را درست شناختند، اونها از الله زیادتر میترسند. پس ببینید اگر رفت و این را یک کس بخواند انما یخشى الله، این را اگر ضمه بتید به مثل این و این را اگر فتحه بتید به مثل، یعنی حرکت ها را تغییر بتید، پس میدونید معناش چی میشود؟ الله پناه دهد. معناش میشود که الله از عالم ها میترسد. الله پناه بتید از این عربی غلط خوانی و از این غلط فهمی و از این غلط کردن. دیدید؟ الله پناه دهد. ببینید معنا پاکیزه تغییر مییابد، گویا که الله میترسد از عالم ها. از این حساب ای دوستان، ای طالب علم ها، مخصوص ای کسانی که دعوتگر هستید، مخصوص شما این علم را باید از خود بکنید، زیرا اینکه خطا و غلطتان بسیار کلان می شود که به حد کفر می رسد اگر اعتقادن باشد. خب اکنون بیایید کتابمون را شروع میکنیم. کتاب al-Oҷurrumia درس یکم. درس یکم ما و شما صاحب کتاب اینجا برای ما و شما پیشنهاد کرده است. پیش از اون که این را براتون بخوانم، کتاب الکترونی این را PDF اش را در زیر این ویدیو در یوتیوب میگذاریم. میتونید شما این کتاب را بگیرید و نگاه بکنید. کتاب Al-Oҷurrumia هست. خب ببینید این صحیفه هست که حالا ما و شما شروع میکنیم. خب اینجا چی نوشتگی است؟ میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب کتاب کتابش را با بسم الله شروع کرد. ابو عبدالله کتابش را با بسم الله شروع کرد. چرا؟ زیرا اینکه در بسم الله برکت است. زیرا اینکه پیامبر میگوید هر کاری که به بسم الله شروع می شود اون بی برکت و اون عاقبت خوب ندارد. زیرا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هر یک پادشاهان، برای هر یک شخصیتی که اگر رساله می نویست، دعوت به سوی اسلام میکرد، در اون اول بسم الله می نویست و پس آن دعوت شروع میکرد. و صاحب کتاب هم با همونها اقتدا کرده و با این حدیث پیامبر عمل کرده. بسم الله الرحمن الرحیم در اول کتابش نوشته کرد. ترجمه بسم الله الرحمن الرحیم همین است که شروع میکنم به نام الله که رحمان و رحیم است، یا شروع میکنم یا به نام الله که رحمان و رحیم است شروع میکنم کتابت و تالیف و نوشتن را. خب اکنون چی میگوید؟ میگوید که الکلام. ببینید موضوع علمی نحو ما گفتیم جمله سازی از کلام است، کلمه نیست. کلمه در علم صرف است، چرا که ما و شما گرفته ایستادیم. پس میگوید الکلام. کلام چی است؟ کلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع. این 4 شرطی کلام است. پس بیایید این آیتی که اینجا نوشته کردیم ما و شما مقصدمون رو بیان کردیم، این رو حذف میکنیم و جا را برای نوشتن فواید و نوشتن چیزهای نو آماده میکنیم. ببینید میگه الکلام هو اللفظ. کلام 4 شرط دارد. دقت بتید. یکم شرطش چی است؟ یا اینجا بنویسیم الکلام. الکلام 4 شرط دارد. یکمش الکلام هو اللفظ است. ببینید اللفظ. یکم اللفظ. دویم چی است؟ دویم المفید.
اللفظ المرکب، مرکب. دوم مرکب است. سوم چی است؟ المفید، المفید. چهارم چی است؟ بالوضع، چهارم بالوضع. این چهار تا شرطی کلام است. اگر در سخن، در کلام همین چهار شرط باشد اون را میگد کلام. صاحب کتاب برای خاطر نویس که الکلام. کلام چی است؟ کلام میگد هو اللفظ. یکمین شرط کلام همین است که لفظ باید باشد. لفظ یعنی بیرون کردن، نطق کردن، برآوردن حرف ها را میگویند. لفظ برآوردن حرف ها. برای خاطر میگن اللفظ صوت یشتمل على بعض الحروف الهجائیه. یعنی لفظ آواز است که بعض حرف های هجایی را در بر میگیرد. بعضی حرف ها را در بر میگیرد، پس اون را میگن چی؟ لفظ. ما شما میدونیم بگیم لفظ یعنی نطق کردن، گپ زدن. پس یکم شرطش باید لفظ باشد کلام. و دوم شرطش المرکب، باید مرکب باشد. مرکب یعنی از دو کلمه عبارت باشد. و مرکب همچنین میگم به دو قسم تقسیم میشود. این فایده ها را در ذهنتان جا کنید. یکم قسم مرکب، مرکب اضافیش میگویند. مرکب اضافی، مرکب اضافی، مرکب اضافی. دوم قسمش مرکب اسنادیش میگویند. اسنادی. خب المرکب کدام قسم این باشد؟ اضافی باشد یا اسنادی؟ کدامش باید باشد؟ اضافی یا اسنادی؟ این یکم قسمش نه، این در کلام نمیدارد، در شرطهای کلام نمیدارد، اسنادی میدارد. باید اسنادی باشد. اسنادی یعنی چی؟ یعنی دو کلمه جدا باشد. مثلا میگم که العلم نور. ببینید العلم نور، علم نور هست. این میشود کلام، این میشود مرکب. ببینید العلم نور، علم نور است. لیکن اضافی مثلا میگم که عبدالله، عبدالله، عبدالله. این مرکب است لیکن مرکب اضافی است، پس این کلام شده نمیتواند. برای ما مرکب اسنادی در کار است. مرکب چی در کار است؟ مرکب اسنادی. این و سوم باید مفید باشد. شرط سوم کلام باید مفید باشد. مفید یعنی چی؟ یعنی افاده کلام بکند، افاده تام بکند که یحسن السکوت علیها. یعنی انسان میشنیدگی سکوت بکند. مثلا من وقتی که میگم العلم نور، علم نور است، آدم شنیدگی میفهمد که مقصد من چی است. یعنی علم نور است، فهمید مقصد من رو. مثلا من بگم که این جاء الاستاذ، اگر استاد بیاید، همین قدر گپ بگم بیستم، پس شنونده انتظار میشود دوام صحبت من را که من چی میگویم. استاد بیاید چی میشود؟ این جاء الاستاذ، اگر استاد بیاید، اگر استاد بیاید چی میشود؟ این ببینید لفظ هست، این جاء الاستاذ. مرکب هم هست، این جاء الاستاذ، لیکن مفید نیست. پس این جاء الاستاذ رو ما نمیتونیم بگیم که کلام است. دیدید این جاء الاستاذ کلام نیست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مفید نیست. مفید یعنی فایده دهنده نیست. آدم گوش کننده فایدهش به دست نآورد. یعنی دوام صحبت انتظار است که دوامش تو چی میگویی. و چهارم شرطش بالوضع است. بالوضع دو چیز است، دقت بتید. بالوضع دو چیز است. یکمش باید با قصد باشد. قصد. یکمش با چی است؟ با قصد. یعنی که همون گپ زننده هر سخنی را که میگوید قصد قطعی باشد. یعنی که آدم پیان نباشد، مست، یا آدم خواب در خوابش گپ نزده است باشد. یعنی به قصد بگوید گپ را. یکم معنای وضع. دوم معنای وضع بالعربی. بالعربی یعنی که به زبان عربی باشد. کلمه هایی که میگوید به عربی باشد. پس به تاجیکی اگر یک هفته هم گپ زنی در علم نحو اون را کلام نمیگویند، اون را سخن نمیگوید در علم نحو. چرا؟ زیرا اینکه به عربی نیست. اگر به زبان ترکی بگوی، به زبان روسی بگوی، به زبان انگلیسی بگوی، پس اون را
کلام گفته نمیشود. چرا؟ زیرا اینکه به زبان عربی نیست. پس معلوم شد که برای کلام بودن یک سخن 4 شرط بوده است. یکم لفظ باید بگوید، دوم مرکب اسنادی باشد، اضافی نه، و سوم باید مفید باشد، فایده تام بتید، و چهارم بالوضع باشد که به قصد و به زبان عربی باشد. پس انا همین 4 شرط که باشد اون را در علم نحو میگویند کلام. اما کلام در نزد فقها، در نزد جمهور، مثلا غیر ادبیات عرب، غیر نحو، کلام زیاد می شود. مثلا کلام می شود کلام انواعش خیلی زیاد است. مثلا کلام لسان الحالش میگن، بعضی ها لسان الحال کلام است. لسان الحال یعنی چی؟ یعنی که امروز ای برادری که تو وقتی که میدرای در یوتیوب میخواهی که یک پند و نصیحت درسای اسلامی استفاده برای و گوش کنی، وقتی که من تو را دیدم که تو درسای اسلامی گوش میکنی و از دنبال درسای اسلامی و از دنبال فهمیدن حق و باطل هستی، پس بدان که از حالت فهمیدم من، این خودش لسان الحال است. یعنی از مقصد تر من فهمیدم که فهمیدن حق و باطل است. فهمیدم که تو میخواهی زبان عربی را یاد بگیری و حق را از باطل جدا بکنی. این را میگن لسان الحال. با ما لسان عقد داریم. ببینید بگیم عقد داریم. عقد یعنی چی؟ یعنی که من وقتی که یک انسان را میگویم چند آدم هست، مثلا همراه تو چند آدم هست، مثلا اشاره میکند. یا مثلا من یادم میگم که چند درس خوندی، مثلا اشاره میکند. پس از این اشارهش فهمیده میشه که 2 درس خونده است یا 3 آدم قطیش بوده است. این رو میگن عقد. باز میشود نسب. این همچنین کلام است، لیکن در نزد علمای صرف نه، در نزد علمای نحو نه، در غیر این نسب. مثلا در فقه نسب یعنی چی؟ یعنی که مثلا یک زمین را وقتی تقسیم میکنن علامت گذاری میکنن. اینجا معلوم شد که همین علامت گذاری همین قدرش جدا شد از فلانی، پس انا همین خودش کلام است. یعنی معین هست برای اینکه همین از فلان آدم هست. باز می شود کلام به چی؟ کتابه. کتابه یعنی چی؟ یعنی نوشتن. مثلا آدم می نویسد در دفتر می نویسد، به یک کس روان می کند. در نزد علمای نحو اون را کلام نمیگویند، لیکن در فقه و در نزد غیر علمای نحو اون چی است؟ کتابت هم همچنین کلام است. یعنی اگه انسان وصیت میکند فرزندش می نویسد یا قرضش می نویسد، وقتی وفات که میکند دفترش پیدا میکنه، خلاص اون کلام است. خب با می شود الاشاره. این هم از انواع چی است؟ از انواع کلام است. اشاره یعنی چی؟ یعنی اشاره کردن. مثلا یک کس میگوید کردی، میگوی ها، ما گپ نمیزنی، سر تمی جمانی. یعنی معناش چی است؟ معناش تو همون کار کردی یا انکار میکنی. همین معناش چی است؟ معناش که تو اون کار را نکرده ای. پس اینها کلام میشوند، اینها کلام هستند، لیکن در علم گراماتیک، در علم نحو نه، در غیر علم، مثلا در کتاب فقه، مثلا در علم فقه کلام هستند. لیکن کلامی که ما در علم نحو میخوانیم اون این 4 شرط را دارد. ببینید 4 شرط را، مثلا لسان الحال لفظ ندارد، عقد همچنین لفظ ندارد، مثلا اشاره کرد، نسب همچنین هیچ چیز ندارد، فقط علامت گذاری است و بس. الکتاب نوشتگی است، لفظ در اون است، دیگر چیزها شاید باشد، مثلا مرکب است، مفید است، بالوضع باشد، لیکن لفظ که نیست، پس را ما کلام گفته نمیتونیم. اشاره همچنین لفظ نیست و مرکب و مفید هست و بالوضع هم نیست، یعنی که اون اشاره هست. دیدید؟ پس کلام این 4 شرط را دارد. اگر این 4 شرط را داشته باشد اون را میگویند کلام، اگر نداشته باشد پس اون کلام نیست. پس این قسم کلام بود، این را در ذهنتان داشته باشید. برای باقی مانده جایی که باید نوشته بکنیم اینجا را خالی میکنیم، میبینیم که صاحب کتاب برای ما و شما باز چه معلومات پیشنهاد میکند. دقت بدید، صاحب کتاب میگوید که و اقسامه 3. اکنون همین کلامی که ما میگوییم قسمهاش 3 دانه است. در علم صرف ما و شما این را خوندیم، گفتیم که در جا گفتیم کلمه 3 قسم است. در اینجا میگه که الکلام مقصدش چی است؟ همون کلمه است. الکلام 3 اقسام است، یکم و دوم
و سیوم. یکم چی است؟ اسم. دوم چی است؟ فعل. اینا ما و شما از علم صرف میدونیم. چهارم سیوم حرف است. ببینید این اقسام کلام است، یعنی اقسام کلمه، اسم و فعل و حرف. لیکن صاحب کتاب در اینجا یک چیز علاوه کردگی است و حرف جاء لمعنی، یعنی حرفی که معنا داشته باشد، حرفی برای معنا آمدگی باشد. پس از این گپش میفهمیم ما که حرف به دو قسم تقسیم میشده است. حرف به دو قسم، حرفی معانی میگویند، دقت بتید، حرفی معانی و حرفی چی؟ مبانی. دقت دادید؟ مبانی. حرفی معانی، حرفی مبانی. حرفی معانی همون حرفای جر، حرفای ناصبه و حرفای جازمه و حال و اینها را حرفای معانی میگویند. این از اقسام کلام، از اقسام کلمه است این حرف. لیکن حرفای مبانی همون الف با را میگن، الف با تا ثا تا آخر که است الف تا یا را همون حرفای مبانی میگن. این در قسم کلمه نمیدراید. این در قسم حرفی که ما مقصد داریم که کلمه به سه قسم تقسیم می شود، این در اون نمیدراید. فقط حرفای چی میدراید؟ حرفای معانی. پس اینجا همچنین جای ذکر است که بعضی فایده ها را در اینجا بیان بکنیم. مثلا اسم تقسیم می شود به دو قسم. دقت بتید، ما و شما در علم صرف هم این تقسیمات را بیان کرده بودیم. یکم گفتیم اسم می شود اسمی، اون در علم صرف ما و شما اسم ذات و اسم معنا را بیان کردیم. در اینجا باید تغییر دیگر از زیرا که علم نحو است. در علم نحو یک معنای دیگر است، اون را میگن اسم چی؟ اسم جنس. اسم جنس و دویمش اسم علم. دقت بتید، اسم جنس و اسم علم، این تقسیمات اسم است. پس اسم جنس یعنی چی؟ اسم جنس یعنی که هر نامی که در تحتش چندین کسا می دراید. مثلا انسان، در دنیا چقدر انسانی هست همه را میگن انسان، پس اون اسم جنس است. مثلا میگوید که مرد، رجلون، مرد، پس در دنیا چقدر مرد هست همه را میشود مرد گفت. مثلا زن، امرأتون، زن، در دنیا چقدر زن هست همه را میشود که زن بگویی. مثلا اینا میشود اسم چی؟ اسم جنس. یا مثلا گاو، در دنیا چقدر گاو هست همش گاو نام دارد. پس اینها اسم چی هستند؟ اسم جنس هستند، زیرا که در تحتش چندین کسا می دراید، یعنی عددهای زیاد می دراید. پس این نامش چی است؟ اسم جنس است. و دوم قسمش اسم علم هست. اسم علم یعنی چی؟ اسم علم یعنی برای یک شخص معین، مثلا یک آدم نامش محمد، اون علم است، نام اسم است لیکن اسم علم هست. مثلا یک کس خالد نام دارد، اسم است، اسم علم هست. مثلا زن فاطمه نام دارد، اسم است لیکن اسم چی است؟ علم هست. پس دقت بتید که اسم همچنین به دو قسم تقسیم می شده است، اسم جنس، اسم علم. باید تقسیم دیگر هم برای اسم هست، از باب فایده در ذهنتون بگیرید. اسم می شود اسم ظاهر. ببینید اسم الظاهر این سه تقسیم دارد. الظاهر، اسم ظاهر یعنی چی؟ یعنی که همین اسم جنس می دراید. اسم ظاهر مثلا ذکر شود، مثلا میگم رجلون، مرد، اسم ظاهر است. مثلا میگم که بقرتون، گاو، اسم ظاهر است. این را میگن اسم چی؟ ظاهر. این یکم قسمش. و دوم قسمش اسم مظهر، مضمر هست. المضمر. دقت بتید این اصطلاحات را. المضمر، مضمر یعنی اسم های ضمیر. مثلا میگیم که قل هو الله احد، همین هوایی که در همینجا هست همین اسم مضمر هست، ضمیر است. ببینید هو ضمیر منفصل است، با این به دو قسم تقسیم می شود، منفصل و متصل. و هو اسم چی است؟ مضمر و منفصل است، ضمیر منفصل. مثلا میگه ولم یکن له کفوا احد، له همین هویی که میبینید اون هم اسم مضمر هست، ضمیر است، لیکن ضمیر چی است؟ متصل است. پس ضمیر را به دو قسم تقسیم کنید، بگید ضمیر منفصل و ضمیر چی؟ متصل. این قسم ها را در ذهنتون، مثلا کلمه هو در اینجا ضمیرش، در اینجا یک لهوی که هست فقط در هوش ضمیر چی است؟ متصل است. اکنون سیوم قسمی اسم با تقسیمات دارد، اون را میگن اسم چی؟ اسم مبهم. المبهم، اسم مبهم. اسم مبهم به مثل هذا، مثلا اسم است لیکن اسم مبهم است.
مثلا هؤلائی، اینها اسم است، اسم مبهم است. پس اینها را چی میگویند؟ اسم مبهم. پس تقسیمات اسم رو در ذهنتون بگیرید. یا تقسیم داریم اسم جنس، اسم علم، دست حرف خوندیم اسم ذات، اسم معانی، و سوم تقسیم اسم در اینجا میخونیمش اسم ظاهر و اسم مضمر و اسم مبهم. دیدید؟ این تقسیمات اسم بود. اکنون فعل همچنین به سه قسم تقسیم میشه و دیگه ما شما میدونیم فعل چی؟ ماضی، فعل ماضی و فعل مضارع، فعل مضارع و فعل چه؟ امر، فعل امر. دیدید؟ فعل ماضی یعنی فعل زمان گذشته، کتب، نویس و مرد در زمان گذشته. مضارع زمان آینده، یکتبو می نویسد و مرد در زمان آینده. امر فعل زمان فرمان دادن، یعنی امر اکتب، بنویس تو ای مرد. دیدید؟ اکنون این تقسیمات فعل بود. و حرف معانی همچنین باز به سه قسم تقسیم می شود. حرف معانی همچنین به سه قسم تقسیم می شود. مختص بالاسم، مختص بالفعل، مختص بالفعل دوم، و سوم قسمش مشترک، مشترکون. سوم قسمش چی است؟ مشترک. یعنی چی؟ اسم حرفای معانی مختص به اسم هست. مختص به اسم یعنی حرفای جر، مثلا مین، الا، عن، علا، فی، اینا فقط در اولی اسم میآید، در اولی اسم میآید. دوم تقسیم حرف معانی مختص بالفعل است. یعنی چی؟ یعنی حرفایی که فقط در اول فعل میآید و مثل لم، حرفای جازمه، لن، حرفای ناصبه، اینها فقط در چی میآید؟ در اولی فعل میآید. برای خود میگم مختص بالفعل یعنی خاصی فعل است. و این مختص بالاسم حرفایی که خاصی اسم است. و چهارم مشترک است. مشترک یعنی چی؟ یعنی هم در فعل میآید هم در اسم میآید. مانند چی؟ مانند هل، آیا، این حرف است، حرف استفهام. بل، این هم حرف است، این حرف اضطرابش میگن بل. دیدید؟ اینها هل و بل هم در اول فعل میآید هم در اول اسم. برای خاطر میگه اسم مشترک. مشترک یعنی در هر دوش میآید. لیکن حرفای جر مثلا من، الا، اینها هم حرفای چی هستند؟ حرفای مختص بالفعل می باشد، یعنی خاصی فعل هستند. اکنون صاحب کتاب گفت که اقسامه ثلاثه، قسم های کلام یا قسم های کلمه سه قسم است. یکم گفت چی؟ اسم بیان کردیم تقسیماتش را. دوم گفت فعل همچنین تقسیماتش را بیان کردیم. و سوم میگوید و حرف جاء لمعنی، حرفی که برای معنا آمدگی است، یعنی عرب به معنا اونها را استفاده میبرند. یا حرفای معانی، نه اینکه مبانی. مبانی گفتیم چی؟ الف با تاسایی که هست، الف تا یا را، همین ها را میگن حرفای مبانی. اما برای ما حرفای معانی در کار است. حرفای معانی چی گفتیم؟ به سه قسم تقسیم می شود. پس این قسم ها را شما در ذهنتان خوب داشته باشید. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما بیان میکند، میگوید که فالاسم یعرف. اکنون اسم را ما چی طور بشناسیم؟ از کجا اسم شناخته می شود؟ اکنون علامت های اسم را بیان میکند. بیایید این را حذف میکنیم، جا را برای شناختن علامت ها و نشانه های اسم خالی میکنیم. ببینید صاحب کتاب میگوید که فالاسم یعرف، یعنی اسم را ما از کجا بشناسیم؟ وقتی کلمه را میبینیم از کجا بدونیم اون اسم است یا فعل است یا حرف، از کدام قسم است؟ میگوید که فالاسم یعرف بالخفض. اولین علامت اسم فالاسم یعرف بالخفض. خفض یعنی چی؟ خفض یعنی جر یعنی کسره، یا آنچه که نایب از کسره می شود که اون را درس آینده انشاءالله خواهیم گرفت. پس ببینید خفض این اصطلاح عالم های کوفه هستند.
در نحوم مذهب است. چطوره که در فقه مذهب است، مذهب حنفی، شافعی، مالکی، در نحوم همچنین مذهب ها است، مذهب اهل کوفه، مذهب اهل بصره. پس اهل کوفه جر را، یعنی آخرش کسره، که آنچه که نایب از کسره می شود، نایب از جر می شود، علامت جر هست، اون را میگن خفض. لیکن اهل بصره میگویند جر. هر دوش یک معنی دارد. خفض هم بگوی جر است، جر هم بگوی خفض. هر دوش یک معنی، فقط اصطلاحات چون فرق میکند. لیکن جر رو بسیار علما استفاده میبرند. از این حساب شاید در آینده وقتی ترکیب میکنیم یک جمله را، کلمه جر رو بسیار استفاده میبریم. دقت بدید. و شاید گاه خفض رو هم استفاده بریم. لیکن هر دوش معناش یک است. خفض یعنی چی؟ یعنی کسره. کسره مثلا من میگم که ذهبت، ببینید، ذهبت من البيت، من البيت. دقت بتید. ذهبت من البيت. دقت بتید. آخر بیت چی شد؟ کسره. انا همین را میگن خفض. هر کلمه را دیدیم آخرش کسره هست، پس بدانید که این اسم است، زیرا که علامت اسم کسره را قبول کردن است. علامت اسم چی است؟ کسره را قبول کردن است. پس دقت بتید. بیتی، کسره از علامت اسم است. یکم. دوم میگد و تنوینی. دوم تنوین است. تنوین یعنی چی؟ تنوین یعنی دو پیش. مثلا میگویم که جاء، دقت بتید، جاء رجلون. جاء رجلون یعنی آمد مرده. اکنون رجلون را ببینید بالاش چی دارد؟ تنوین دارد. انا همین تنوین را میگویند چی؟ علامتی اسم. یکم کسره، دوم تنوین از علامت اسم است. صاحب کتاب چی میگه؟ و دخول الالف واللام علیه، یعنی داخل شدن الف لام بر اسم. همچنین کلمه را دیدید که الف لام دارد، بدونید که اون اسم هست. دیدید؟ کلمه را دیدید الف لام دارد، کلمه را دیدید الف لام دارد، پس این را دیدید بدونید او همچنین چی است؟ او همچنین اسم است. پس اینجا همچنین اصطلاح دخول الالف واللام علیه اصطلاح اهل کوفه است. بصری ها میگن دخول الف لام نمیگن، ال میگوین. همین ال همین الف لام است. ال، ببینید، ال. بصرگی ها میگن ال. اهل کوفه، مذهب اهل کوفه میگه چی؟ الف و لام. نامای حرفا را میگیرن. این مذهب است. فرقی ندارد که ما بگیم دخول الالف و لام یا بگیم دخول ال. هر دوش معناش یک چیز و مقصدش یک چیز است. پس اکنون دیدید صاحب کتاب برای اسم ما و شما را گفت سه علامت دارد. یکمش کسره و دومش تنوین و سومش قبول کردن الف و لام. هر اسمی که الف لام داشته باشد تنوین قبول نمی کند و هر اسمی که تنوین داشته باشد الف لام رو نمیگیرد. یعنی که عدت یتش باید بیاد، یا الف لام یا تنوین. دیدید؟ این یک فایده است که در عوامل در آینده ان شاء الله خواهیم خواند، یا در حرکات ان شاء الله این موضوع رو میخوانیم. حرکات هم یکی از کتاب‌های نحوی است. خب اکنون چی میگوید؟ میگوید و حروف الخفضی. صاحب کتاب برای ما و شما حرفای خفض بیان میکنه. حروف خفض یعنی چی؟ همون حرفای جر. حروف خفض یعنی که حرفای جر. حرفای جر در چی میگوید؟ میگوید و هی، حرفای جر همین ها است. میگوید دقت بده. من، الی، عن، علا، فی، رب، با، کف، لام. اینها را میگویند که حرفای جر. حرفای جر از حرفای چه گفتیم؟ معانی. چطور ما گفتیم که حرفای معانی به سه قسم تقسیم می شود؟ مختص بالاسم. انا من حرفای جر را، خفض را میگن مختص بالاسم. این خاصی چی هست؟ خاصی اسم هست. دقت بدید. خب اکنون هر یک تا اینها را معناش. من، از، الی، بسوی. از این حساب میگن من برای ابتدا است، الی برای انتها است. مثلا من میگم که خرجت من البیت الی المدرسه. دقت دادید؟ خرجت من البیت، من بیرون شدم از خانه. از خانه، از که میگم ابتدا است. اولی برآمدن من خانه بود.
الی المدرسه، الی برای انتها است، آخری جای رفتگی من مدرسه بود. دیدید؟ از این حساب من برای ابتدا است، الی برای انتها است. یعنی برآمدم از خانه تا مدرسه. تا یعنی الی برای انتها. پس این مثالاش هم همچنین در ذهنتون بگیرید. من برای ابتدا، الی برای انتها. و عن برای مجاوره هست. عن برای مجاوره، عن برای مجاوزه هست، نه اینکه مجاوره، مجاوزه یعنی گذشتن. مثلا میگم که رمیت السهم عن القوس، رمیت السهم عن القوس، یعنی که پرتافتم یا زدم تیر را، سهم را، نیزه را از قوس. قوس همون چیزی که نیزه را میزنن، وقتی که میزنی همون قوس هم میگذره میرود، این را میگوین مجاوزه یعنی گذشتن. عن برای چی بوده است؟ برای مجاوزه. یعنی که رمیتو السهم عن القوس، زدم تیر را از، زدم سهم را یعنی که تیر را، که نیزه را از قوس یعنی گذراندم، زدم که به داخل اون گذشت و با اون چیزی که نشانه گرفتم با اون طرف فرستادمش. و علا برای استعلا هست. علا همچنین حرفای جر است. برای چی است؟ برای استعلا. استعلا یعنی چی؟ یعنی بالا شدن. چطوری که الله خودش میگه ثم استوى علی العرش، پس الله سبحانه و تعالی قرار گرفت یا بالا شد بر عرش، علو کرد بر عرش. ببینید علا بر بالایی، بر بالا، برای علو میآید، برای استعلا. خب و فی ظرفیه هست. مثلا که الماء فی الکوب، یعنی آب در داخل استکان است، در داخل جام هست یا در داخل یک ظرف هست. فی الکوزی مثلا در کوزه است. الماء فی الکوزی، آب در داخل کوزه است. پس فی از حرفای جر بوده است. بعداش هر کلمه میاد دقت بدید که کسره گرفته است. و مثل این کسره فی الکوزی یا ثم استوى علی العرش. ببینید علا حرف جر که است، عرشی آخرش کسره گرفت. و رب با دو معنا می آید، برای تقلیل یا برای تکثیر، برای تقلیل یا برای تکثیر. و رب مثلا میگوی که رب رجل صالح لقیته، یعنی که بسیار کم مرد صالح را واخوردم. ببین برای تقلیل شدین. یا مثلا میگوی که رب صادق یا رب کاذب یصدق، یعنی که بسیار کم انسان دروغگو راست میگوید. این برای چی است؟ برای تقلیل است. همچنین برای چی میآید؟ برای تکثیر، که یعنی برای بسیار. اون را از سیاق جمله شناخته میشود که برای تقلیل است یا برای تکثیر. رب یعنی که رب رجل بسیار کم ترجمه می شود، بسیار کم مردی صالح ده واخوردم. رب برای چی است؟ برای تقلیل و همچنین برای تکثیر میوید. و البا برای تعدیه هست. مثلا مررت بزید، گذشتم به نزد زید. مررت بزید با همچنین و معناهای زیاد دارن این حرفا. اینها را در عوامل ان شاء الله بعدن که کتاب عوامل را خوندیم، پس معناهای هر تا اینها 5 تا 10 تا 15 تا معنا دارد حرفای جر. این در کتاب عوامل میخونیم. حالا من یک معناش گفته رفته ایستادم. و الکاف و کاف برای تشبیه هست. مثلا میگم که وجهک کالقمری، یعنی روی زیبای تو به مثل ماه 14 هست. ببینید وجهک کالقمری، یعنی روی زیبای تو به مثل ماه 14 هست. پس کالقمری یعنی من مانند کردم روی تو را به مثل ماه شب 14. پس که برای چی بوده است؟ برای تشبیه. و لام است. لام برای ملک است، برای صاحب شدن، برای صاحب شدن. مثلا من میگم که المال لزیدین یا الکتاب لزیدین، یعنی مال از زید است، یعنی صاحب این مال زید است، ملک است. یا همچنین به معناهای دیگر هم میآید که اون رو در عوامل ان شاء الله خواهیم خواند. پس این بود حرفای خفت با معناهایشان و با مثالهایشان. اکنون دوامش نمیگوید و حروف القسمی، باز هم از علامت‌های اسم حرفای قسم است. حرفای قسم چی است؟ و هی الواو و الباء و
الواو و الباء و تا. حرفای قسم سه تا هست. حرف واو است، حرف با هست، حرف تا هست. حرف واو این حرف است که با این قسم خورده میشد. به مثل چی؟ به مثل والله. والله معنیش قسم به الله. یا والفجری قسم به فجر صبح و دم. و تینی قسم به تین به انجیر. ببینید همه اینها چی است؟ قسم است. و الضحى این همچنین قسم است. اینها را میگویند قسم. واو قسمیه. و البا با هم همچنین برای قسم، مثلا میگیم بالله، بالله یعنی قسم به الله. پس واو در اسم ظاهر می درآید، در ضمیر در آمده نمیتواند. لیکن با هم در اسم ظاهر می درآید، هم در ضمیر. مثلا میگه که یا آدم قسم میخورد که بالله یا بیکا قسم به تو، اما قسم فقط به الله قسم خورده می شود و بس. به غیر الله قسم خوردن جایز نیست و حرام می باشد. و قسم خاصی الله تبارک و تعالی هست. و الباء با همچنین حرف قسم از گفتیم بالله. و سیوم حرف قسم حرف تا هست. حرف تا این فقط در لفظ الله میاد و بس. یعنی که تاللهی یعنی قسم به الله. تاللهی چطور که در قرآن آمدگی است قسم به الله. ت فقط در لفظ الله در میاد، الله در بس. دیگر تکه یا تبیت الله گفته قسم خوردن تقتی جایز نیست. اما واقعی می شود قسم به هر نام خورد، اما در شریعت جایز نیست. اما برای ممکن بودنش از دیدگاه لغت عربی جایز، اما موافق شریعت جایز نیست. و با قطعی همچنین می شود به ضمیر یا اسم ظاهر قطعی بالله یا بیکا قسم خورده شود. پس حرفای قسم هم خاص چی بوده است؟ خاص اسم بوده است. ببینید و تینی، تین اسم هست. ببینید تین اسم هست. یا و الفجری، فجر اسم هست. به خاطر در اولش حرفی چی آمده است؟ حرف قسم آمده است. پس در دوام کتاب، در دوام عباره صاحب کتاب چی میگوید؟ والفعل یعرف بقد. اکنون صاحب کتاب برای ما و شما علامت های فعل رو بیان میکند. حالا ما و شما علامت های اسم رو به آخر رسانیدیم. اکنون میگذاریم در علامت های فعل. فعل چند علامت دارد؟ میگه که بقد. والفعل یعرف، فعل رو شناخته میشود بقد، به حرف قد. و سین یا به حرف سین. و سوفه به حرف سوفه. و تای تانیثی ساکنه، به تای زنانه که ساکن است به اون شناخته می شود. اکنون بیایید جا را خالی کنیم برای نوشتن مثال های علامت فعل. علامت فعل چی است؟ ببینید یکمین علامت فعل که ما فعل را میشناسیم در اولش قد می آید. در اولش چی می آید؟ در اولش قد می آید. مانند چی؟ دقت بدید. مثلا قد افلح، افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون. اکنون افلح اسم هست. از کجا شناختیم؟ از قد شناختیم. یعنی قد در چی می درآید؟ در فعل. افلح فعل است. از چی شناختیم؟ از قد شناختیم. قد در چی می درآید؟ در فعل می درآید. یکم. و همچنین نگفته نماند که قد به دو معنا می آید، به معنای تحقیق و به معنای گاه. به معنای گاه. در فعل ماضی در آمد به معنای تحقیق است، یعنی حقیقتا برای توکید است. و در فعل مضارع بدراید به معنای گاه است. به معنای چی است؟ گاه. دقت بدید. قد هم در فعل ماضی می دراید، هم در فعل مضارع. اینجا در فعل چی در آمد؟ در فعل ماضی. همچنین در فعل مضارع هم می دراید. یا قد سمع الله قول التي. قد سمع فعل است. از کجا دانستیم؟ از قد دانستیم. یکم علامت شناختن فعل قد بوده است. دویمش چی است؟ و سین هست. و سین و سوفه. سین را میگن حرف تنفیس. نامش حرف چی است؟ حرف تنفیس. و سین مانند چی؟ در سوره عمه ما و شما میخونیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون کلا سیعلمون. ببینید کلا سیعلمون، کلا سیعلمون. ببینید کلا سیعلمون. اکنون سیعلمون این چی است؟ سیعلمون فعل است.
سیعلمون فعل است. از کجا شناختیم ما؟ ببینید این سیعلمون فعل است. از کجا شناختیم ما که سیعلمون فعل است؟ از این همین حرف سین. حرف سین از علامت‌های فعل است که در اول فعل می‌دراید. دیدید؟ حرف سین از علامت‌های فعل است. و خب بعد از این میگد حرف سوفه هست. حرف سوفه این را میگن حرف تسویف. حرف چی؟ تسویف. و مانند چی؟ الله در سوره الحاق میگوید کلا سوف تعلمون. ببینید سوف تعلمون، سوف تعلمون. دقت دادید؟ اکنون ما از کجا دانستیم که تعلمون فعل است؟ از انمی کلمه سوف دانستیم، از حرف تسویف دانستیم. نامش چی بوده است؟ حرف تسویف. از حرف تسویف، از حرف سوف ما دانستیم که تعلمون فعل بوده است، یعنی که در اولش این هست. این سوم علامتش. چهارم علامتش که در آخرش می آید اون تای تانیث ساکنه است. به مثل چی؟ به مثل مثلا در سوره اذا زلزلت ما و شما میگیم که اذا زلزلتی زلزلتی. دقت بتید زلزلتی الارض. دقت بتید زلزلت فعل است. از کجا دانستیم؟ از کجا شناختیمش؟ از این ت. این ت را نامش چی است؟ تا التانیث ساکنه. تا تانیث ساکنه است. لیکن از قرآن را بکشوید نوشته که زلزلتیل. برای چی؟ به خاطر التقاء ساکنین این حرکت را دادیم. این را میگن حرکت عارضه. حرکت است که ما دادگی هستیم شه، اما در اصل این ساکن است. برای التقاء ساکنین این چی شده؟ این ساکن آمد. یا مثال دیگر میاریم تا اینکه این مسئله خوب فهمیده شد. مثلا میگه که قالت فاطمه. یعنی کی گفت؟ گفت فاطمه. ببینید قالت این ت ساکن است. همین ت را دیدیم شناختیم که این چی بوده است؟ قالت چی بوده است؟ فعل بوده است. زلزلت این ت را دیدیم فهمیدیم که چی بوده است؟ فعل بوده است. دقت بتید این مسئله را. اما ما گفتیم که تا تانیث ساکنه گفتیم. به خاطر چی؟ به خاطر ما تا تانیث داره متحرکه است. این در اول اسم می‌دراید. متحرکه که باشد در اول اسم می‌دراید، نه در اول فعل. تا تانیث ساکنه خاص فعل است. تا تانیث متحرکه این در اسم می‌دراید. خاصی چی است؟ خاصی اسم است. این ت را فرقیت شما بروید که این ت این طور نوشته می شود و این ت به مثل این نوشته می شود. در آخر نام‌های زنانه می آید، مثلا فاطمه، مثلا عایشه، که در وقت گفتن ه تلفظ فاطمه میگیم، اصل فاطمه تو، عایشه تو، عایشه میگیم، انمون عایشه تو، فاطمه تو. انمی ت چی است؟ ت تانیث است، لیکن ت متحرکه است که حرکت دارد. برای ما ت ساکنه در کار است. این ت ساکنه علامت چی است؟ علامت فعل بودنی کلمه است. اکنون دقت دادید قد، سین، سوف، تا تانیث ساکنه از علامت‌های چی بوده است؟ از علامت‌های فعل بوده است. از علامت‌های فعل بوده است. پس قد و سین و سوف از حرف تقسیم کردیم که مختص گفتیم بالافعال. انا همین قد، سین، سوف از مختص به افعال هست، فقط در فعل می آید. لیکن سین و سوف فقط در فعل مضارع می دراید. دقت بتید، فقط در فعل مضارع. قد هم در فعل ماضی هم در فعل مضارع. این تای تانیث ساکنه فقط در فعل ماضی می دراید بس. این فقط برای فعل ماضی است، این تای تانیث ساکنه. لیکن سین و سوف برای چی است؟ فعل مضارع، فقط فعل مضارع. قد چی؟ در هر دوش می دراید، هم فعل ماضی هم فعل مضارع. می شود که بگیم قد مشترک است بین فعل ماضی و مضارع. لیکن سین و سوف خاص برای چی است؟ برای فعل مضارع است. تای تانیث ساکنه خاص برای چی است؟ برای فعل ماضی است و بس. اکنون این بود علامت‌های فعل. و همچنین فعل امر که علامت‌هاش دارد در اینجا نگفته است، اون را ان شاء الله بعدا بیان خواهیم کرد. اکنون دقت بتید، میگه ول حرف. اکنون ما
فعل را خلاص کردیم، اسم را خلاص کردیم و همچنین فعل را خلاص کردیم. اکنون حرف از کجا بشناسم من؟ از کجا بدانم که حرف کلمه، اون کلمه را من ببینم بشناسم که اون حرف است؟ از کجا میشناسم؟ همون را بیان میکند که میگه والحرف ما لا يصلح معه دلیل الاسم ولا دلیل الفعل. حرف میگه کلمه هست که اون در نه نشانه اسم هست، علامت های اسم گفتیم هست که اون علامت ها نیست، تنوین، الف لام و کسره و حروف جر، حروف خفض، اینها نیست. و همچنین علامت های فعل هم نیست. میگه ولا دلیل الفعل، دلیل یعنی علامت، نشانه. و همچنین نشانه های فعل هم در اون نیست. نشانه های فعل قد، در اول اسم قد نمی آید. سین در اول حرف قد نمی آید. در اول حرف سین، در اول حرف سوف نمی آید. اینها مثلا حاضر یک مثالش رو بنویسیم. مثلا ما میگیم که مین، ببینید مین این چی است؟ حرف است. نمیشه المین بگیم، الف لامش بمونیم علامت اسم، یا مینون بگیمش تنوینش بتیم جایز نیست، علامت را قبول نمیکند. یا که مثلا قد مینش بگیم علامت فعل بتیمش ممکن نیست. یا سمین بگیم یا سوف مین بگیم جایز نیست. چرا؟ زیرا که اینها علامت را قبول نمیکند. این علامت را قبول نمیکند. پس فهمیدید اکنون علامت های اسم و فعل را وقتی علامت همه هر دو را که دانستید بدونید که این علامت ندارد. علامت حرف همین است که یگان علامت ندارد. آسانتر و بهترش همین است که علامت حرف، نشانه حرف همین است که یگان نشانه ندارد، چطوری که در مین ما و شما بیانش کردیم. اکنون در آخر این درس یک مسئله دیگر را بیان میکنم، به همین این درس را به پایان میرسانم و این مسئله بسیار مسئله مهم است. دقت بتید و برای دراز شدن درس معذرت میخواهم، اما مجبور هستم که بیان بکنم. ببینید اسم یک چیز دارد. دقت بتید، یک چیز. اون چی است؟ معنا. اسم یک چیز دارد، اون چی است؟ معنا. دویم چیز را باید داشته باشد؟ زمان، اما ندارد. فعل چی؟ فعل دو چیز را دارد، معنا، دویم چی؟ زمان، هر دوش دارد. حرف چی؟ معنا یکمش معنا، دویمش چی؟ دویمش زمان. دقت بتید. اکنون ما اسم را میبینیم، مثلا محمد، یا مثلا بگیم که رجل، مرد، این چی است؟ اسم هست. یا مثلا میگم که ضرب، زدن. ببینید این چی دارد؟ معنا دارد، زدن. یا فهم، فهمیدن، معنا دارد. یا رجل، یک مرد، معناش هست، لیکن زمان رو دارد؟ نه، زمان رو ندارد. ببینید معنا دارد اما زمان ندارد. مثلا مرد، کی مرد؟ یک مرد، زمان ندارد. مثلا یا گوسفند، معنا دارد، مثلا خروفون. یا بقرتون، گو، معنا دارد که گو، اما زمان رو در بر، گو زمان گذشته، گو حاضر، گو فردا، یا گو بعد، نه، زمان در بر نمیگیرد. پس اسم از این دو چیز یک چیز رو میگرفته است که معنا را و بس، فقط معنا دارد، زمان ندارد. فعل باشد چی؟ معنا دارد، مثلا ضرب، زد، یضرب، میزند، اضرب، بزن، معنا دارد نه؟ همچنین زمان هم دارد. و مثل ضرب، زد و مرد در زمان گذشته، یضرب، میزند و مرد حال حاضر یا در زمان آینده، اضرب، بزن تو بعد گپ زدن در زمان آینده. ببین هم معنا دارد هم زمان دارد فعل. اما حرف چی؟ حرف معنا ندارد به تنهایی. مین مثلا به تنهایی معنی ندارد، فی به تنهایی معنی ندارد. از این حساب است که ما گفتیم در کتاب عوامل میخونیم که هر یک تایی 5 تایی 10 تایی 15 تایی معنا دارد. مین مثلا چند معنا دارد، فی تقریبا 15 معنی دارد در زبان عربی. اما در کجا میشناسیم؟ در جمله، در سیاق جمله میشناسیمش. از این حساب میگیم که حرف به تنهایی معنا ندارد، حرف به تنهایی معنا ندارد و همچنین زمان هم ندارد. مثلا مین به تنهایی نمیفهمیم چی، یا فی به تنهایی نمیفهمیم تا اگر در جمله نیاید. و زمان هم ندارد، مین در زمان گذشته، مین حالی، من فردا، نه، زمان هم در بر نمیگیرد. از این حساب حرف هر دو چیز یگان چیز نمیگیرد. لیکن اسم
از این تا یک تاش رو معناش اگر فقط زمان ندارد، فعل هم معنا دارد و هم زمان. پس این هست فایده ای که در ذهنتان داشته باشید. پس درس امروزه را در اینجا به پایان میرسانم تا درس آینده که درس در باب اعراب هست. درس آینده ان شاء الله مسئله اعراب را بیان خواهیم کرد و برای طولانی شدن درس از یک و یک شما معذرت میخواهم، اما بسیار مفید و بسیار جالب که بود، از این حساب بنده دوامش دادم و به سمع شما رسانیدم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.